اولین رمز موفقیت رو بنویسید بچه. اولین رمز موفقیت یک کلمه است به نام پذیرش یا acceptance. پذیرش acceptation reception. این اولین رمز موفقیت. یعنی چی؟ یعنی ما هر حادثه ای را که از بیرون بر ما وارد بشود بپذیریم، چون دیگه اتفاق افتاده. میخوای چیکار کنی؟ جیغ بزنی، داد بزنی، گریه کنی، بالا بری، پایین بیای، چیکار کنی؟ کارش نمیشه کرد. بپذیرش، در هاضمه روحت هضمش کن. قرآن من به من یک کلمه یاد داد. من هم تو هواپیما بودم که خبر فوت و شهادت چند نفر از اعضای خانواده منو به من دادن. نامه‌ای به من داده بودن، اونجا بازش تو آسمون بازش کردم. اونجا از شدت لرزیدن من دستامو برده بودم زیر این سیفتی بلت هواپیما. نمی‌دونستم به کی بگم، یه مش خارجی اطرافم بودن. بعد تفاعل زدم، یه قرآن جیبی تو جیبم بود، یه دونه از این قرآن کوچیکا بازش کردم. گفتم خدایا یه حرف به من بزن. یک عمر با تو حرف زدم، یک بار با من یه حرف بزن با خودم. در سرصفحه این کتاب این آیه در اومد، فرمود ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ مصیبتی فرا نمیرسد مگر به اذن خدا. باور کنید من بعد از دیدن این آیه، علی‌رغم اینکه چندین نفر از اعضای خانواده رو از دست دادم، حتی یک قطره اشک نریختم تا سالها. شاید بعد از مثلا 6-7 سال یه بار زیر دوش آب بودم که یه بغضم ترکید و یه 2 ساعت گریه کرد، ولی پذیرفتم که به هر حال پیش آمده و در ظرف من بوده و هست حتما. اولین رمز موفقیت بچه‌ها پذیرش، acceptance. دومین رمز موفقیت بچه‌ها بهانه نیاوردنه. بهانه نیاوردنه. این دومین رمز موفقیته، بهانه نیاوردن. تأخیر ایجاد نکن. خطر تأخیر در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام هزاران بار از خطر یک تصمیم اشتباه بالاتر است. خطر تأخیر در تصمیم گیری هزاران بار از خطر یک تصمیم اشتباه بالاتر است. سومین رمز موفقیت بچه‌ها شناسایی و پذیرش اشتباه است. اشتباه کار. این سومین رمز موفقیت. بچه‌ها اینو به خاطر بسپارید، اینو بنویسید که آنچه که تو را به موقعیت و موفقیت فعلی رسانده لزوماً برای ادامه مسیر تو کافی نیست. نکته بعدی این که شما در هر جایی، هر شغلی، هر فضایی، هر موقعیتی که هستید، اون کاری که میخواید انجام بدید 4 حالت داره: یا مهمه، یا غیر مهمه، یا فوریه، یا غیر فوریه. ببینید یه سری کارها هستن که هم مهمن هم فوریه. ما به این منطقه میگیم بخش عقلانیت یا بدیهیات. معلوم اولویت مال اینه، مشخصه، این بدیهیه، اصلا عقل حکم میکنه. مثل چی؟ مثلا آقا آپاندیس، طرف آپاندیس میگیرش، هم مهمه هم چی؟ 2 دقیقه معطل کنی مرگ حتمیه. اصلا کاری به این منطقه من ندارم، چون این حکم عقله. ما یه منطقه‌ای داریم که فوریه اما غیر مهمه. مثلا تو این جلسه نشستیم، موبایلت زنگ خورده همین الان، خب فوریه چون همین الان زنگ زده. بعد نگاه میکنی میبینی دختر خالته، پسر عمته، میخواد حالتو بپرسه، غیر مهمه. میگه خب بعد جواب میدم. اگر کسی اومد اولویتو داد به این منطقه، وارد بخش بتالت شده. ما به این میگیم بتالت، وارد حوزه بتالت شده. یه عرصه ای داریم که نه مهمه و نه فوریه. مثلا طرف 11 روز دیگه، 12 روز دیگه کنکور داره، پزشکی داره، فوق لیسانس داره، آزمون داره. دوستش زنگ زده بیا بریم نمیدونم دریا، شمال، فلان، بیسار. یعنی کاری که نه فوریه نه مهمه. ما به این منطقه میگیم منطقه حماقت.
کسی که اولویت رو بده به این منطقه عین احمقه. به اینم کاری ندارم. تمام حرف من با مسئولین، پرسنل، دستاندرکاران، کارگردانان ادارات و سازمان‌های ایران فقط روی این منطقه است. اینجا منطقه مهمه چی؟ غیر فوری، که ما به این منطقه میگیم منطقه ذکاوت و بصیرت. تمام برنامه ریزی ها، تمام تولید محتوا، تمام آینده نگری ها، تمام دوراندیشی ها، همه اینجاست. پسنداز برای پژوهش، برای تولید در مفهوم، در معنا، در ایده باید ایده بده. خب میدونید ما کجا گیریم؟ ما الان بهتون میگم گیر ما تو این سالها کجا بوده. یه برنامه‌ریزی خوب داریم، یه برنامه‌ریزی بد داریم. کاری به برنامه‌ریزی خوب، اجرای خوب، این میشه موفقیت. اصلا کاری به این ندارم. این هیچ. برنامه‌ریزی بد و اجرای بد هم کاری هم به این ندارم. اینم هیچ. همه حرف من رو این دوتاست. زمانی که برنامه ریزی خوبه، اجرا بده، ما میگیم آقا یه مشکل ایجاد شده، ما به این منطقه میگیم مشکل. زمانی که برنامه ریزی بده اما اجرا خوبه، ما برای اینا آدرس داریم. ما به این میگیم ریسک. باورتون میشه ما از بعد از پایان جنگ الان 30 خورده سالی که تو منطقه بین ریسک و مشکل دائم داریم پرسه میزنیم. نیومدن وسط مثل مرد. کشور خودته، باید آبادش کنی، باید دل بسوزونی. بچه‌ها بنویسید شرط یادگیری درگیریه. حتما باید درگیری اتفاق بیفته تا یادگیری صورت بگیره. کنفوسیوس در بیش از 3300 سال پیش فرمود اگر فقط به من بگویی فراموش میکنم، اگر نشانم دهی به خاطر میسپرم، اما اگر مرا درگیر کنی یاد میگیرم. چرا معلمان، چرا اساتید تمرین میدن به بچه‌ها که برن خونه حل؟ برای اینکه درگیر بشن. چرا استادکار به شاگردش میگه موتور بیار پایین، خودت بازش که خودت هم ببندش؟ برای اینکه درگیر بشه. شرط یادگیری درگیریه. در اداره اگر قرار باشه که ساختار آموزش ایجاد بشه، باید مداوماً آزمون امتحان، نگاه، نظارت، بررسی، سنجش، تا این درگیر بشه برای یادگیری. نه اینکه آقا توی دوره بذاری پایان دوره هم یه کاغذی بدی به طرف که فلانی گذرونده. این درگیر نشده، اندوخته، نه آموخته، اندوخته. فقط کسی آموخته می شود که درگیر بشود. نکته بعدی این که بچه ها سختی و رنج به معنای زجر نه ها. خداوند انسان رو نیافریدی که زجر بده ها، ولی انسان رو آفریدی که رنجش بده. یعنی بندازش تو درگیری، بندازش تو سختی. برای اینکه انسان یاد بگیره خدا درگیرش میکنه، اینقدر هی نبضش بالا پایین میکنه تا یاد بگیره. برای اینکه میخواد رشدش بده. اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها میگه که اللهم استعملنی لما خلقتنی له، خدایا منو توی فضایی به کار بگیر، منو طوری خرج کن که هدفت این بود که بیافرین. یعنی من اون شکلی که در مسیر آفرینش منو تو اون مسیر خرج کن، بر مبنای همون قصد و نظری که آفریدی منو خرجم کن. حالا آفرینشه که میگم منظورم فعل غاییه ها، نه فعل فاعلی. فعل فاعلی نداریم. میگه که آی دکتر خدا منظورش از آفرینش، مقصودش از آفرینش چیه؟ خدا اگه مقصود داشت که ناقص بود، اگه منظور داشت که ناقص بود، اگه هدف داشت که ناقص بود. چیزی که هدف داره، کسی که هدف داره ناقصه دیگه. این چیزی که میگم مربوط به فعل، نه مربوط به فاعل. نقص فاعلی رو نمیگم، نقص فعلیه. رشد دادن، آگاه شدن. بچه این گیلاسا رو دیدید که آویزونن؟ این گیلاسا رو دیدید آویزونن به درخت؟ این با یه شاخه بسیار باریک، با یک بند بسیار باریک وصل به این شاخه درخت. این گیلاسا ها
خوب دقت کنید، آبی که از این درخت میگیره باعث تازگی گیلاس، آفتابی که میتابه باعث درخشندگی این گیلاس، بعد هوایی که میوزه باعث تراویدگی این گیلاس، بعد این گیلاس از این شاخه میفته زمین. رو زمین آب هست، آفتاب هم هست، هوا هم هست، ولی این آب باعث پژمردگی، آفتاب باعث پلاسیدگی، هوا باعث پوسیدگی، یعنی سه تاش هست. این شاخه عبودیت. من دوره راهنمایی که بودم از این فیلم‌های وسترن خوشم میومد. یه فیلم وسترنی رفتیم، این کلانتر با رفیقش تو بیابون داشتن میرفتن، درگیر این راهزنا شدن، این دزدای صحرایی. بعد پناه بردن پشت یه صخره، کلانتر خودش اسلحه نداشت، رفیقش اسلحه داشت، شروع کرد به تیراندازی کردن به راهزنا. کلانتر همینطور که نشسته بود پشت صخره به رفیقش گفت چه خبر؟ گفت کلانتر یه خبر خوب یه خبر بد. گفت اول خبر بد بده. گفت کلانتر فقط یه گلوله مونده. گفت خب خبر خوب. گفت هنوز یه گلوله مونده. اونقدر این دیالوگ منو تکان داد، اونجا من متوجه شدم همه مفاهیم جهان دوگونه است. مهم اینه که تو با چه سرمایه درونی اینو تعبیر کنی و معنا کنی. مهم تویی چگونه اینو تفسیر کنی. یه خبر خوب یه خبر بد، این دست خودتو. هر دو نفر به یک شیشه خیره شدن، یکی زیبایی منظره رو میبینه، یکی کثیفی پنجره رو. این دست خودتو. البته لزوما هر خبر خوبی خبر بد نیست، بسیاری خبر خوب هم خبر بد هم هست، ولی بعضی از خبر خوبا با خبر بد خیلی. به هر حال میخوام بگم که بچه‌ها این دست خود شماست. شمع به کبریت گفت من از تو میترسم، تو قاتل منی. کبریت گفت از من نترس. شعله من به سنگ میگیره، به دیوار میگیره، به موزاییک میگیره، به کاشی میگیره، هیچ کاری نمیتونم بکنم. از اون نخی بترس که درون خودته، اون داره تو رو میسوزونه و از بین میبره. از اون انباره منفی که در وجود خودتون قرار داره، از اون بترسید. این جمله رو هم بنویسید بچه ها، بنویسید. نگرانی امروز مشکل فردای تو را حل نمی کند، فقط شادی امروزت را از بین. و بنویسید بزرگترین مصیبت ها آن دست مصیبت ها است که هرگز اتفاق نمی افتد، فقط محصول توهم توه. توهمه. پنجمین کلید موفقیت یک کلمه است: صبر. صبر. کی میدونه فرق صبر با انتظار چیه؟ صبر یعنی چی؟ و طرف برای جواب دادن میگه خب میدونی یعنی که ما موقعی که صبر میکنیم مثلا اینطوری میشه. میگم خود صبر یعنی چی؟ صبر پذیرشه، گذره، زمان است به امید شکوفایی در درون و انتظار. پذیرش، گذره، زمان است به امید شکوفایی در بیرون، در بیرون از خودت. پنجمین رمز موفقیت: صبر. 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 صبر.